در حالی که حکومت ازبکستان با زیاد شدن شوق مردم به اسلام مبارزه میبرد، بسیاری از مردم از همین سبب به دیگر سیاست‌ها اهمیت نمیدهند. در همین وقت حکومت روابط خود را با اسرائیل اشغالگر زیاد میکند و همچنین نفوذ چین در کشور هر روز بیشتر میشود که این میتواند برای استقلالیت کشور خطرناک باشد. در کشور زمین‌های صدها دهقان را گرفته اول به نام ذخیره دولتی ثبت می‌کنند و بعد به صاحبکاران چینی می‌دهند. این کار با فشار کارمندان میلیتسیا و دادستان انجام می‌شود. این زمان در ازبکستان زیاده از 3500 کارخانه مشترک با چین وجود دارد. به گفته کارشناسان، ازبکستان به سبب قرضدار بودنش از چین مجبور شده است برای آنها امکانیت‌های زیاد فراهم کند. اگر همین حالت دوام یابد، کشور می‌تواند به یک دام اقتصادی افتاد. مثلا در چند ناحیه ولایت اندیجان دهقانان را مجبور کردند که زمین‌هایشان را به چینی‌ها دهند. گپ درباره 1000 گکتار زمین پخته و گندم می‌رود، گرچه قانون می‌گوید که دهقان می‌تواند زمین را برای 49 سال اجاره بگیرد، اما این قانون عمل نمی‌کند. در 3 ناحیه اندیجان کارمندان میلیتسیا با فرمان رئیس ناحیه دهقانان را مجبور کردند که زمین‌هایشان را سپارند. اینسپکتورها به خانه‌ام آمدند، مرا نزد رئیس ناحیه بردند. او گفت که عریضه بنویسم و زمین را سپارم. من رد کردم، اما او داد زده گفت این فرمان پرزیدنت است. میخواهی ضد پرزیدنت برای اگر زمین را سپاریدن نخواهی تو را به زندان میاندازم. در آخر میلیتسیاها مرا مجبور کردند که عریضه را نویسم. سال گذشته 2200 گکتار زمین پخته که به یک کارخانه محلی تعلق داشت به یک شرکت چینی داده شد. امسال باز 1800 گکتار دیگر را به همین شرکت دادند. همگی زیاده از 4000 گکتار زمین به چینی ها داده شده است. این حالت خیلی خطرناک است و میتواند به استقلالیت ازبکستان زیان رساند. چینی ها زمین ما را دوست داشتند و میخواهند زمین دیگران را هم بگیرند. ما ضد هستیم، اما رئیس ناحیه، پروکورور و میلیتسیا به ما فشار میآورند. بسیاری از دهقانان میگویند اگر لازم شود ما ضد چینی ها میبراییم و آنها را از ده هم میرانیم، زیرا اگر زمین را بگیرند بسیاری از آدمان بیکار میشوند و دیگر جای درآمد ندارند. همچنین معلوم شده است که چینی ها میخواهند در این زمین های ما قلمپور کش کنند و از داروهای کیمیایی نامعلوم استفاده برند. ما از آن میترسیم که چینی ها بعدتر تمام کشور ما را زیر دست گیرند و با ما مثل اویغورها در چین مناسبت بد میکنند. گفته می شود که زمین ها را اول بر اساس یک فرمان مخفی پرزیدنت به ذخیره دولتی گذراندند و بعد به چینی ها دادند. بعضی آدمان می گویند که همه این کارها با فرمان شفاهی رئیس ولایت اندیجان شهرت عبدالرحمن و صورت می گیرد. من نخواستم زمین را دهم و کمی مقاومت کردم، اما رئیس ناحیه زیاده از 20 میلیتسیا و گواردیای ملی را دعوت کرد و به آنها گفت که مرا با همسرم بازداشت کنند. از این رو حالا کسی جرأت نمی کند که ضد براید. اگر ضد برای ما را زندانی می کنند. طبق یک مقاله که با نام دام یا کمک چگونه چین سیاست قرضی را در آسیای مرکزی استفاده میبرد نشر شده است. متخصص نرگیزه مرتل ایوا میگوید که تا 1 ایول سال 2023 چین قرض دهنده رقمی یک ازبکستان شده است. او میگوید تاشکند به چین تقریبا 38 میلیارد دلار قرضدار است. کارشناسان هشدار میدهند که ازبکستان هر روز بیشتر در دام اقتصادی چین میافتد. چین از قوه نرم یعنی تجارت و فرهنگ استفاده میبرد تا تأثیر خود را در کشورهای آسیای مرکزی زیاد کند.